سلام علیکم. امروز روی سخنم با شمای بافنده است، با شمای تولید کننده است که اگر فرش‌های خودتون را شناسنامه دار کنید دغدغه فروش ندارید و بیمه فروش میشه. بدین صورت حتی فرش‌هایی که در حال بافتید و حتی فرش‌هایی که الان شروع کردید به بافت میتونید شناسنامه دار کنید و پس از اینکه فرشتون تمام شد دیگه دغدغه فروش را نداشته باشید. شما تولید کنندگان عزیز با شناسنامه دار کردن فرش‌های بافته شده خودتون، حتی نیمه کارهای خودتون و حتی فرش‌هایی که در الان استارت بافتش رو دادید میتونید شناسنامه دار کنید و تضمینی آنها را به مکتب فرش مشیری به فروش برسانید. متشکرم از همه.